عرض دوستان عزیز، دوستان شهر 127 هستن. لطفا کانال من رو لایک کنید، ساب کنید، دنبال کنید. خواهیم سازا هزار آقا همین روی هم عکس ویدیو دیدید. خواهیم در مورد این حرف بزنیم که ونوم چیست اصلا چی می باشد اصلا. بله نگاه کنید این ونوم نام این داشت. بله آقا ونوم تو خلاصه شو بگم براتون. خلاصه آقا ونوم همون روی دیدیم توی سفینه بود که سه تا از همراهاش توش بودن. آقا کوبید رو زمین، خورد رو زمین. حالا چی شد قضیه؟ این بود که دوتاشون رو پیدا کردن. اون یکی رفت برای خودش، رفت بعدن یکی و چیز شد میز و اون شخصیت میزبانی شد. حالا اون ادی نبود، اونم ونوم نبود. وقت ونوم خلاصه یه اتفاقی میفته اونجا که ادی میره اونجا و ونوم میره تو بدن اون و این میشه که ادی از اون به بعد حال بدی داشت. یه اتفاق خاصی براش میفته، مثلا همه چی رو میخوره، اینه که اکسی کنترلش کنه. آقا این ونوم ما فکر کنید ونوم اینم ادی رفته بود تو بدن ادی و بیرون نمیومد بله ادی چون خرچنگ بود واقعا بعد میکرد تو دهنش چون ونوم کنترلش میکرد اون وقتا. آها این شد که خلاصه این داستان شد و این چیزا که ادی فهمید که یه چیزی تو بدنشه به اسم ونوم. حالا اینا میخواستن ازش ونوم بگیرن، دانشمندا میخواستن ازش ونوم بگیرن. آقا بعدی میخواست ازش ونوم بگیره. یه ونوم بعدی هم بود که این ونوم خوبه این ونوم بده. خب بعد میزد میخوردش. خب خلاصه اینجوری شد که بردن ونوم ادی بردن.